سلام به همه عاشقان دنیای سرعت و هیجان. اینجا خودرانه. همونطور که بهتون قول داده بودم قراره هر چیزی که به خودرو و موتورسیکلت مربوط میشه یه جای مخصوص به خودش رو توی خودران داشته باشه. توی این مجموعه از قسمت‌هایی که قراره براتون آماده کنیم قراره بهتون نشون بدیم که هر تغییر و تیونی روی خودروتون قراره چه مزایا و چه معایبی براتون داشته باشه و چه بلایی قراره سر ماشیناتون بیاد. و البته از همه چیز مهمتر طبق روال سابقمون توی خودران قراره مراقب این باشیم که یه وقت سرتون کلا نره. البته ما توی این مسیر تنها نیستیم. فرزام، مپر و تیونر قدیمی گروهمون هم قراره همراهمون باشه تا این مسیر رو به صورت کاملا علمی و البته عملی با هم طی کنیم. سلام میکنم به همه بیننده‌های عزیز مجموعه خودران. امیدوارم که توی این مسیر بتونیم بهتون چیزای خوب آموزش بدیم تا هیچ وقت دیگه سرتون کلاه نره. یه سوالی که اول توی مقدمه باید مطرحش کنیم، یک موضوعیه که اشتباه جا افتاده به نظر من. آیا تیون کردن خودرو همینه که ما ماشین‌های اسپورتی که توی خیابون می‌بینیم یا ماشینایی که توی پیست‌های مسابقه هستن یا نه کاربرد عام‌تری هم داره؟ ببین تیونینگ کلا توی عام اشتباه جا افتاده. عامه مردم فکر می‌کنن تیونینگ یعنی صرفاً تقویت کردن خودرو، در صورتی که اینجوری نیست و واژه تیونینگ در معنای لغوی خودش یعنی میزانسازی یک سیستم به جهت گرفتن بیشترین راندمان با کمترین داده‌ها. البته در استانداردترین حالت ممکن. یعنی ما بیایم از یه خودروی، حالا میتونه اون خودرو فابریک باشه، میتونه استفاده شهری داشته باشه یا حتی استفاده مسابقه‌ای، بیایم بیشترین راندمان رو بگیریم در استانداردترین حالت ممکن و با کمترین مصرف سوخت و استهلاک ممکن. حالا چه ماشین شهری باشه، چه حتی برای یه راننده تاکسی باشه، چه برای یه راننده مسابقاتی. حالا اینو اول از همه توی شروع مسیر بگم، مجموعه زیادی، ویدیوهای زیادی توی مسیر تیونینگ قدم به قدم، مکش، هدرز و هزار تا چیز دیگه‌ای که برای تیون کردن یه ماشین استفاده میشه وجود داره. اما اینو از همون اول بهتون قول بدم که این مجموعه‌ای که قرار ما براتون آماده کنیم قرار کاملا متفاوت باشه. از اون جهت که ما هیچ چیز رو از روی هوا به اصطلاح قرار نیست بهتون بگیم. هر چیزی که راجع بهش صحبت می‌کنیم به صورت عملی، اگه لازم باشه از تسترهای مخصوص به خودش استفاده می‌کنیم، اگه نه روی داینو، دستگاهی که برای سنجش اسب بخار، توان ماشین و حالا یه سری پارامترهای دیگه به صورت کاملا واقعی استفاده می‌کنیم که خب فرضاً هم توی اون مسیر قرار کلی بهمون کمک کنه. و این رو همیشه یادتون باشه توی کل این مسیر و مجموعه‌ای که قراره با ما ببینید، ما فروشنده نیستیم. من به عنوان یک خبرنگار این حوزه، فرضاً من به عنوان یک مپر و تیونر قرار نیست چیزی رو بهتون بفروشیم. پس هر دیتا و هر داده‌ای که بهتون میدیم، چه از مزایا چه از معایب، قراره کاملا واقعی باشه. یعنی اگر به شما راجع به عیب یک موضوعی صحبت می‌کنیم، دلیلش اون نیستش که ما اون کالا رو داریم و اگر هم میگیم فلان کالا خوبه یا فلان اتفاقی که روی ماشینتون رقم میزنید قراره نتیجه مثبتی بده، ما قرار نیست اون رو بهتون ارائه بدیم. پس میتونید بیشتر از مجموعه‌های دیگه به ما اعتماد کنید. بکنم تو هم با من نظری. ما خیلی جاها یه سری الان توی فضای مجازی یه سری پیجا رو داریم، یه سری صفحاتی هستن که حرفای غیر واقع میزنن. یعنی با اون مبلغ و هزینه‌ای که هم مردم میگیرن بعضی وقتا انتظارشون رو برآورده نمی‌کنن، بعضی وقتا هم انتظار رو برآورده می‌کنن ولی به مردم نمیگن این اتفاق قرار چه آسیبای دیگه‌ای به ماشینتون بزنه. 100% آره. حالا ما خب از همین اول بهتره که برای همه بیننده‌های عزیزمون جا بیفته این مسئله که ما هیچ جهتگیری نداریم، هیچ محصول خاصی هم قرار نیست بهتون ارائه بدیم. فقط قرار کل اتفاقاتی که توی تیونینگ ماشین واقعا داره رخ میده رو به شما یاد بدیم و بهتون بفهمونیم که هر چیزی در کنار خوبی‌های خودش میتونه یه سری بدی‌ها هم واسه ماشین شما داشته باشه که حالا خیلی‌ها به خاطر سودی که براشون داره، به خاطر فروشی که باید بکنن، به خاطر بازاریابیشون اینا رو به شما نمیگن. و خب حالا ما همه اینا رو هم به صورت علمی، هم عملی، هم روی داینو، هم کف خیابون، هم با تست درایو یا دستگاه‌های مختلف بهتون نشون میدیم و ثابت می‌کنیم تا بتونید شما نسبت به اون استفاده و اون هدفی که دارید بهترین تصمیم بگیرید. ما چون قرار گذاشتیم که همه چی صادقانه باشه، مردم و مخاطبون رو مثل دوستمون ببینیم، یه موضوعی هم قبل برنامه با هم صحبت می‌کنیم، به نظرم جاشه که بگیم. من به عنوان خبرنگار حوزه این خودرو در کنار اینکه این برنامه رو دارم ضبط می‌کنم، خب قراره بازدید بگیرم و خب کارم دیده بشه صادقانه. فرضاً هم شما شاید به عنوان مخاطب بگید خب به عنوان یه تیونر چرا ممکنه بیای بدی تیونیو بگی. ما قبل برنامه که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم یه حرف قشنگی زد فرضاً هم به اصطلاح خودش عاشق و چشم و ابروی ما که نیست. دردسرای خودش کمتر میشه. به نظر من خودت هم بگی مردم. آره اصلا خودم بذار توضیح بدم. چون شما ببین منم خب تو حالا کار خودم شخصا وقتی یه طرف میاد به من میگه مثلا آقا
من میخوام انقدر اسب از ماشینم توان بگیرم. اگه من بیام فقط صرفا بهش جنس بفروشم، ماشینشو داینو کنم و اون اسبو تحویلش بدم، اون طرف ممکنه بعد از 1-2 ماه بیاد به من بگه آقا من فلان مشکل برام پیش اومد، چرا به من نگفتی؟ آقا من فلان کارو میخوام بکنم، الان با ماشینم نمیتونم مثلا برم شمال راحت، چرا به من نگفتی؟ خب اینا خودش باعث سردرد واسه من دیگه. منم نمیخوام درد سر بکشم، از همون اول پس ترجیح میدم که بیام همه مشکلاتی که در کنار این تیونینگ ممکنه برای طرف پیش بیاد هم بهش بگم که اون حالا هم با ذهن بازتر تصمیم بگیره، هم تصمیم درستری رو بگیره. مثلا شخصی که میخواد با ماشینش راحت بره مسافرت، نباید از یه اسبی بالاتر با توجه به بنزینای ما از ماشینش انتظار توان داشته باشه، یا اگرم داره باید خیلی هزینه بیشتری باشه. درست. و خب این قسمت مقدمه است. ما به نظرم بهتره سری روال‌های عادی که قراره توی این مجموعه اپیزودهایی که قراره براتون ضبط و منتشر بشه رو طی کنیم با هم دیگه. موضوع مهم‌تر اینه که فضای تیونینگ به خصوص این چند سال اخیر که فضای مجازی خیلی گسترش پیدا کرد بین مردم، رفت سراغ کلکل. یعنی اگر صحبتی میشد یکی به خودش میگرفت جواب میداد و این وسط مردم باز گیج بودن. یعنی به عنوان مثال آخرین بار شما دیدین راجع به فروشنده یک کالای خاصی که حالا وظیفه احتراق توی موتور رو انجام میده با یه شخص دیگه‌ای که مکانیک بود کلکلی شد. آخرش هم مردم، حداقل خودم به عنوان کسی که سر رشته کمی از خودرو دارم و اطلاعات کمی دارم، باز گیج بودم که آقا اصلا نتیجه این داستان چی شد؟ اینی که این داره میگه راسته یا اینی که این داره میگه دروغه راسته؟ یعنی همه چی قاطی شده بود. برای همین اینو از اول بگم، ما دنبال کلکل کردن نیستیم، دنبال اینم نیستیم که با حاشیه مخاطب بگیریم و به نظرم انقدر کار قراره با کیفیت باشه که مخاطب خودش انتخابش میکنه. ولی یک سری چیزا به نظرم دیگه امیدوارم یعنی این برنامه شروع این بشه، بدعت‌گذار این داستان بشه که مردم و فروشنده ها و خیلی از فعالای فضای مجازی که کار فروش هم انجام میدن، یه سریشون هم انجام نمیدن، با مردم صادق تر باشن. یعنی اگر شما به مردم صادقانه، به نظر من بعد اینکه حالا با مردم خیلی ارتباط داریم دیگه، صادقانه بیایم بگیم محصولو دارم بهت میفروشم، فقط مراقب باش قرار این اتفاقا هم رقم بزنه. این محصولو دارم بهت میدم، قرار نیست مثلا اتفاق عجیب غریبی باشه، فقط قرار یه سری عملکردو برات بهینه کنه. پس این خیلی مهمه که قرار نیست شما اینجا کلکل شاهدش باشید. حداقل ما قرار نیست که کلکلی داشته باشیم با کسی، صرفاً قراره کسی که در نهایت از این موضوع سود میبره اول شما باشید، بعدم خب طبیعتا ما صادقانه و رک قراره با هم دیگه صحبت بکنیم. یه موضوع دیگه اینجا مطرحه، این که آیا حرف تو من میخوام ببینم درست فهمیدم یا نه. یعنی اگر من پدر بزرگم یا پدرم یه ماشینی داره، به عنوان مثال سمند، یک سری باگا و ایبا داره، خب با این هزینه ها و قیمتایی هم که توی بازار هست شاید نتونه بره ماشین دیگه بخره تا اون ایرادو رفع کنه. به عنوان مثال شاید تو سربالایی وقتی کولر میزنه نکشی. یعنی تیونینگ میتونه بیاد کمک کنه با کمترین ساید افکت ها، با کمترین مضرات، یه ذره تجربه رانندگی که پدر من ماشین داره رو بهتر کنه. 100% همین دیگه. ما بحثمون توی این مجموعه همینه که بیایم به مخاطب بفهمونیم که اولین چیزی که توی تیونینگ مهمه اون خواسته شماست، نه اینکه حالا من اون کالایی که دارم و حتما باید به شما بفروشم. اینه که شما چی انتظار دارید از ماشینتون. و آره شما میتونی مثلا حالا هر باگی که ماشینت داره نسبت به هزینه‌ای که میخوای بکنی، نسبت به خواسته‌ای که داری برطرف بکنی، ولی مسلماً هر کاری هم که بخوای بکنی یه سری ساید افکت‌ها داره که دقیقاً ما هدفمون اینه که اونها رو به شما عزیزان در واقع نشون بدیم، چون اکثر مردم این کارو نمی‌کنن و فقط از خوبیاش میگن متاسفانه. خب یه ذره بخوایم بریم جلوتر، من نمونه‌ای مثال بزنم برات، چون بکنم اینجوری هم من خودم راحت‌تر میفهمم، هم فکر برای مردم راحت‌تر بشه. یه سری موضوعات جا افتاده مثل برند اورجینال، برند فیک، اکتان اورجینال، اکتان فیک و همش تو فضایی که گفتم کلکله. یعنی من به عنوان مخاطبی که میخوام از اون وسیله استفاده کنم نمیدونم الان چیکار کنم. به اون مسیر قدیمی ادامه بدم، مسیر جدیدی برم جلو. و خب صادقانه دیگه توی این شرایط اقتصادی که داریم من نمیتونم 1 میلیون به عنوان مثال هزینه شمع کنم، تست و آزمایش خوب نبود برم 2 تومن یه شمع دیگه بخرم، 3 میلیون در مجموع هزینه کنم و تهش اون نتیجه مطلوب رو نگیرم. بخوام موردی مثال بزنم، ما خیلی موضوع رو داریم توی قسمت شمع ماشین، خیلی فروشنده هست، خیلی اتفاقا یه سری فعالای فضای مجازی، حالا اسمشون رو میذارم، صحبت میکنن راجع به وایرهای تقویتی، چیزایی که الان فکر کنم تقریبا کاپوت هر 10 تا ماشین بالا بزنیم 9 تاشون وایر تقویتی به واسطه اون تبلیغاتی که حتی الان توی لوازم یدکی‌ها موجود شده می‌بینیم. ما میتونیم سراغ این موضوع بریم علمی بررسیش کنیم که توان میده بهمون یا نه نتیجه میده. حتما هم وایر، هم شمع، هم حالا
قسمت‌های داخل موتور، هم قسمت‌های دورچین موتور اصطلاحاً مثل مکش، مثل سیستم اگزوز، اینا رو همه رو ما به صورت علمی بهتون نشون میدیم و مثلا حالا برای شمع و وایر دستگاه تسترش موجوده، بهتون کاملا علمی و عملی نشون میدیم. و همچنین روی داینو که حالا بیننده‌های عزیزی که نمیدونن داینومتر چی هست، داینو یه دستگاهی هستش که چرخ‌های ماشین روی رول اون قرار میگیره و شما میتونید عدد اسب بخار و گشتاوری که چرخ مستقیما داره به زمین یا آسفالت وارد میکنه رو اندازه‌گیری بکنید و اونجا دقیقاً بهتون علمی و عملی نشون میدیم که آیا اصلا این وایری که به اسم تقویتی جا افتاده مفیده یا مضر، یا اصلا مزایاش به معایبش میارزه یا نه. و خب برای اون دسته از افرادی که با خودشون میگن ما که ماشین باز نیستیم، ما که اصلا اهل سرعت نیستیم، ما از این ماشین استفاده میکنیم تا سر کار میریم برمیگردیم، پس چرا باید رو نگاه کنیم؟ من یه نکته‌ای رو بگم، خودم بهش زیاد برخوردم. الان دیگه شما تعویض روغنی میرید یه فیلتر اسپورت گرفته، میگه این فیلتر اسپورت مکشه، بندازی قرار فلان اتفاق برات بیفته، شاید بیفته ولی بد نمیگه ممکنه چه اتفاق دیگه‌ای برای موتورت بیفته، استهلاکش رو شاید ببره بالا. شما اگزوز ماشینتون سوراخ میشه، میرید اگزوز سازی یک سری منیفولدای دودی آویزونه، میگه این استیل این فولادیه، اینو ببندی توانت میره بالا، اینو ببندی نمیدونم روغن سوزید بعضی جاها میگن حتی کمتر میشه، که حداقل من هیچ مبنای علمی برای یه سری از اون حرفا پیدا نکردم. پس اینو بهتون قول میدم و بهتون اطمینان میدم، حتی اگر ماشین باز نیستید، حتی اگه مثل من و خب البته فرضام عشق ماشین عشق سرعت نیستین، بازم با توجه به شرایط خاصی که ما داریم دیگه، صادقانه بخوایم حرف بزنیم، شاید عوض کردن ماشین، بهتر کردن ماشینی که داریم ازش استفاده میکنیم تو این وضعیت اقتصادی سخت باشه. پس میتونیم با یه سری نکات کلیدی هزینه‌های تعمیراتمون رو بازم تو این شرایط سخت اقتصادی کمترش کنیم. هم میتونیم یه سری ایرادایی که ماشین اذیتمون میکنه رو با یه هزینه شاید کم برطرف کنیم، که خب ما تو این مسیر قراره خیلی به هم دیگه کمک کنیم و شاید کمکی که بزرگتر کش مردم میتونن به ما بکنن اینه که انتخاب کنن، ببینن که حرفی که ما میزنیم با سند و مدرک واقعی یا چیزی که بهشون فروخته میشه یا چیزی که به اصطلاح بازاری ما بهش میگیم به مردم غالب میشه دیگه. و ما بازم میگم فرضام هم قبل برنامه که با هم بهشون صحبت میکردیم این قولو داد که هر چیزی که میگیم علمی باشه. اگر هم قراره بیفته تو فضای کلکل که اصلا علاقه به این موضوع ندارم، واقعا بهتره کاملا همه چی علمی باشه. یعنی اگر فرضام ماشین رو میبره روی همون داینامتر میگه این اتفاق براش افتاد، شمعش رو عوض کردیم، مکشش رو عوض کردیم، هدرزش رو عوض کردیم، نتیجه دلخواه نداد، یا اگر میگه که فلان مکش یا فلان هدرز قرار موتور شما رو مستهلک بکنه، جواب هامون بیاید با هم دیگه طی کنیم با همه دوستان، علمی باشه. یعنی قراره اون رو بذاریم اگر ما حرفی رو میزنیم مردم از ما بی سند و مدرک نپذیرن، اگر کسی دیگه این مخالف و ما حرفی رو زد بازم مردم از اونها بی سند و مدرک نپذیرن. به نظرم توی این شرایط که دیگه فضای مجازی در دسترس همه هست، بهترین قضاوت میتونه با مردم و اون دیتای علمی باشه دیگه. الان با ابزارهای ای آی و هوش مصنوعی هم خیلی راحت مردم میتونن صحت سنجی کنن که کدوم دیتا راسته کدوم دیتا فیکه و دیگه خیلی راحت تره به نظر من. به عنوان یکی از سوالایی که حالا وارد شیم کم کم به حوزه، یه سوال دارم ازت. ما همه ماشینامون یه مسیر تیون داره، یعنی همه ماشینامون مثلا قرار از مکش شروع کنه به هدرز خط؟ خب ببین یه سری از ماشینا مشکل توی ورودی هوا دارن، یا مثلا یه سری از ماشینا مشکل توی اصلا طراحی موتور دارن، یه سری از ماشینا مشکل توی خروجی اگزوز دارن. بازم برمیگردیم به خواسته اون صاحب ماشین. همه چیز بستگی به این داره که اون طرف چقدر انتظار داره که ماشینش بهتر بشه. اگه مثلا طرف برای مثال یه 405 داره که فقط میخواد یکم تند و تیزتر بشه، 405 رو عمده مشکلش توی خروجی هواشه و نرم افزار ضعیفشه. میتونیم با حالا یه سری اصلاحات کوچولو روی خروجی هوا و ریمپ یا همون نرم افزارش به اون خواسته صاحب ماشین برسیم. ولی حالا اگه همون 405 رو یکی مثل من سوار بخواد بشه، قاعدتاً خواسته ای که من ازش دارم خیلی بیشتره و اون موقع شاید نیاز باشه حتی اجزای اینترنال موتور هم تغییر بدیم. پس این همش بستگی داره که شما عزیزان چی بخواید ازش. به عنوان انتهای ویدیو بیشتر از این به نظر مقدمه رو طولانی‌ترش نکنیم، میخوام بگم که قراره چی ببینید، قراره انتظار چه قسمت‌هایی رو داشته باشیم. طبق مسیری که ما قراره طی کنیم، فکر کنم توی قسمت اول قراره بریم سراغ ورودی هوای موتور. بله. که مربوط میشه به مکش و رمی رو اینا. اگه میشه یه توضیح مختصر کوتاه راجبش بدی که
مردم بدونن قراره تو قسمت بعدی ما چی ببینیم. قسمت بعدی ما قراره حالا انواع مکش‌های مختلف، کیت‌های مکش مختلف، نمونه‌های مختلفی که هست از حالا من جمله رمیر، کیت‌های مکش معمولی با فیلتر، بدون فیلتر، حالا ولاسیتی استک، بحث ITB یا همون تراتل، همه اینا رو به مردم توضیح بدیم، هر کدوم معایب و مزایا و حالا کاربردی که داره، هر کدوم کجا استفاده میشه رو کاملا بهتون توضیح. توی قسمت بعدی ما قراره بریم سراغ این موضوع که سیستم انتقال سوخت چه جوری کار میکنه، از باک خودرو تا رسیدنش به سیلندرهای موتور، همه مسیرها، همه فرآیندها، تغییراتی که توش ایجاد میشه برای تیون کردن ماشین‌های خیابونی ساده و یا حتی ماشین‌های مسابقه‌ای رو با هم دیگه ببینیم. و قسمت بعدی باید بریم سراغ سیستم احتراق. بله درسته. سیستم احتراق یعنی شمع، کوئل، وایر و هر چیزی که به این مجموعه مربوط میشه. توی این سیستم فکر کنم این قسمتمون قرار خیلی جنجالی تر از قسمت‌های دیگه هم باشه. چون توی بحث احتراق خیلی دروغ‌های رایجی که به مردم متاسفانه گفتن زیاده و خب ما تک تک اونا رو علمی بهتون ثابت می‌کنیم که کدوم چقدر و چطوری حقیقت. البته اینم بگم که توی همون قسمت سوختی هم که من گفتم به واسطه این جنگ و دعوایی که بین شرکت‌های سازنده اوکتان، افراد سازنده اوکتان و حالا یک سری اتفاقاتی که چند وقت توی فضای مجازی داره میفته، قطعا اونجا هم قراره یه سری موضوعات رو برای مردم شفاف کنیم. بله. حتی من نسبت به این موضوع گاردی ندارم و میدونم فرضاً به واسطه چندین سال آشنایی که با هم داریم این موضوع هست. اگر ما راجع به موضوعی صحبت کنیم و اشتباه باشه و به هم ثابت بشه اشتباهه، به نظرم هیچ ابایی وجود نداره. هیچ مشکلی نداره. علم دنیا نامتناهیه دیگه، ممکنه یکی چیزی بدونه که ما ندونیم و خوشحال میشیم. و همه این تاکیدم برای اینه که این فضا رو توی فضای کاملا دوستانه پیش ببریم که تهش بتونیم 100% علمی. البته هر موقع اگر کسی از دوستان تونستن با بک‌گراند علمی به ما مشکلی رو ثابت بکنن که اشتباهی داریم، 100% ما پذیر هستیم و قبول میکنیم. بعد سیستم احتراق قرار کدوم قسمت؟ بعد از احتراق میرسیم به قسمت اگزوز و تخلیه دود که حالا باز اونجا هم خیلی نکات مختلف راجع به هدرزها، سیستم‌های اگزوز، سیستم حالا اگزوز میانی، انتهایی لوله‌های اگزوز و همه اینا قرار کاملا مستند و علمی باشه دیگه. درسته؟ بله 100%. و مجموعه‌ای که گفتی برای ماشین هایی که در قالب توربو هم هستن هم جواب یا نه ما قرار مجموعه متفاوتی راجع به این موضوع داشته باشیم؟ ببین کلا سیستم های اتومبیل حالا به دو بخش توربو و تنفس طبیعی تقسیم میشه که ما جفتش رو به صورت علمی کامل بهتون توضیح میدیم، ولی خب توی دو بخش جدا. دو بخش کاملا جدا. ممنون. به انتهای این قسمت رسیدیم که حالا مقدمه بود و اینکه شما ببینید قراره چه چیزی رو در انتها ببینید و اینکه ببینید ما لایق توجه و البته اعتماد شما هستیم یا نه. منتظر قسمت‌های بعدیمون باشید. بهتون قول میدم چیزی که میبینید کاملا متفاوت و کاملا شوکه کننده خواهد. مرسی.